داری توی جمعی میچرخی که همه پر انرژی، پر سر و صدا، در حال حرف زدن بیوقفن. بعد تو همونی هستی که یه گوشه نشستی، داری به حرفا گوش میدی، تحلیل میکنی، ولی نه اینکه خجالتی باشی، نه اینکه چیزی برای گفتن نداشته باشی. فقط ذهنت یه جور دیگه کار میکنه. انرژیت یه جور دیگه شارژ میشه و دنیای درونت از دنیای بیرون برات زنده تره. اینجاست که وارد دنیای درونگراها میشیم، دنیایی که خیلیا اشتباه میگیرنش، قضاوتش میکنن یا با چند تا باور غلط ازش عبور میکنن. امروز میخوایم قفل این دنیا رو باز کنیم، ببینیم واقعاً تو ذهن و جان یه درونگرا چی میگذره و چرا خیلی از چیزایی که بقیه فکر میکنن ضعفه، در واقع نقطه قوت‌های عجیب و فوق‌العاده است. درونگرا بودن یعنی چی؟ خیلی‌ها فکر میکنن یعنی کم حرف بودن، خجالتی بودن یا فرار کردن از جمع. ولی اصل ماجرا اینه که درونگراها انرژیشون رو از تنهایی، از سکوت، از فکر کردن و از فضاهای آروم میگیرن. یعنی شاید تو مهمونی باشی، بخندی، حرف بزنی، حتی حال بدی هم نداشته باشی، ولی بعدش که برگردی خونه انگار مغزت میگه خب دیگه بسه، الان وقت شارژ شدنه. همین ویژگی باعث میشه خیلیا فکر کنن کم اجتماعی یا بیحالی، ولی واقعیت اینه که تو فقط داری انرژی تو مدیریت میکنی. درونگراها یه توانایی عجیب دارن، دیدن چیزایی که آدمای پرسر و صدا اصلا نمیبینن. خیلی از آدمای خلاق، نویسنده‌ها، هنرمندا، برنامه‌نویسا، روانشناسا و حتی رهبرای بزرگ درونگرا بودن، چون ذهنشون از توی سکوت و خلوت شکل گرفته. حالا یه چیز مهم، چرا خیلی از درونگراها احساس میکنن جای اشتباهی هستن؟ چون از بچگی بهشون گفتن باید مثل بقیه باشی. باید تو جمع فعال باشی، باید بیشتر حرف بزنی، باید خودتو نشون بدی، باید توی کلاس دستتو بالا ببری، باید با صدای بلند سلام کنی، باید. ولی هیچ کس به درونگراها نمیگه که قدرت واقعیشون دقیقاً توی همون چیزاییه که جامعه کمتر میبینه. عمیق بودن، تمرکز طولانی، گوش دادن واقعی، ارتباطهای صمیمانه، وفاداری عجیب، خلاقیت و توانایی دیدن چیزایی که بقیه ازش عبور میکنن. یه چیز جالب دیگه، درونگراها معمولاً دایره دوستی کوچیک ولی واقعی دارن. یعنی شاید 10 آشنا نداشته باشن، اما همون 2-3 تا دوست نزدیکشون برابری میکنه با 100 تا رابطه سطحی. چون درونگراها دنبال ارتباطای عمیقن، نه ارتباطای پرتعداد. اگه یه درونگرا باهات دوست شد، بدون کارت درسته، چون برای اعتماد کردن زمان میذاره، برای رابطه وقت واقعی خرج میکنه. یکی دیگه از چیزایی که خیلی اشتباه میگیرن اینه که فکر میکنن درونگراها نمیخوان اجتماعی باشن. اتفاقا خیلی وقتا میخوان، فقط کیفیت براشون مهمتر از کمیته. یه نکته فوق‌العاده درباره درونگراها اینه که معمولاً توانایی تمرکز خیلی بالایی دارن. چون وقتی وارد یک کاری میشن، صداهای دیگه از ذهنشون محو میشه و همین باعث میشه خیلی دقیق‌تر و عمیق‌تر کار کنن. درونگرا بودن یه انتخاب نیست، یه ویژگی طبیعی شخصیتیه. یعنی همونطور که بعضیا چپ دستن، بعضیا راست دستن، اینم یه مدل طبیعی از عملکرد ذهنه. گاهی درونگراها به خاطر اینکه زیاد فکر میکنن خودشونو سرزنش میکنن، ولی واقعیت اینه که همین زیاد فکر کردن، همین عمیق بودن، اگه درست مدیریت بشه، تبدیل میشه به بزرگترین سوپرپاورت. فقط باید بدونی که ذهنت چطوری کار میکنه. مثلا اگه میدونی تو جمع‌های بزرگ سریع خسته میشی، خب قرار نیست خودتو مجبور کنی همیشه وسط جمع باشی. اگه میدونی تنهایی بهت آرامش میده، این یعنی باید یه بخشی از روزتو به خودت اختصاص بدی، نه اینکه فکر کنی عجیبی. یه نکته خیلی مهم اینه که درونگراها معمولاً آدمایی هستن که رابطه صمیمانه و واقعی و عمیق‌تر از هر کسی تجربه میکنن. چون مهارت گوش دادن دارن، چون نگاه عمیق دارن، چون میفهمن، چون حس میکنن. به همین خاطر وقتی رابطه‌ای بسازن، رابطه‌شون ریشه‌دار، وفادار و واقعیه. اگه درونگرایی، این ویدیو برای این بود که بدونی تو نه عجیبی، نه کم‌جرعه‌ای، نه بی‌استعداد، تو فقط یه مدل دیگه از آدمایی. دنیات زیباتره، عمیق‌تره، دقیق‌تره، هنری‌تره و همین تو رو خاص میکنه. پس اگه این ویدیو برات مفید بود، حتما کانال رو سابسکرایب کن.